برای آمادگی بهتر اروپا در برابر بحران هاست. چند روز پیش اعلام شد که دولت فرانسه در حال آماده سازی یک دفترچه کوچکیه که به شهروندانش در مواقع اضطراری مثل جنگ یا بلاهای طبیعی کمک کنه و با توجه به وضعیت جهان و هشدارهای اخیر رئیس جمهور فرانسه امانوئل ماکرون درباره روسیه، احتمالاً این راهنما بیشتر برای شرایط جنگی طراحی شده تا برای بلاهای طبیعی. حالا اتحادیه اروپا هم رویکردی در واقع مشابه در پیش گرفته و به مردم توصیه میکنه که مواد غذایی کافی برای 72 ساعت ذخیره کنن. آرد و برنج و روغن و کره و موادی که در واقع نیاز هست و به خصوص آب. و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال به روز رسانی برنامه‌های مدیریت بحران خودشون هستن. برای این کار یک راهنمای 30 ماده‌ای تهیه شده که توضیح میده چجوری باید برای بحران‌ها آماده شد. این بحران‌ها شامل بلاهای طبیعی هستن مثل سیل و زلزله و نمیدونم مریضی کووید که داشتیم تا تنش‌های ژئوپلیتیکی، جنگ، حملات سایبری و حتی اطلاعات نادرست از منابع خارجی. یکی از توصیه‌های این راهنما ذخیره مواد غذایی و وسایل ضروریه که بشه با اون حداقل 72 ساعت دوام آورد. حاجا لهبیب، کمیسر آمادگی و مدیریت بحران اتحادیه اروپا، گفته که اروپا باید خودش رو با تهدیدهای جدید سازگار کنه. رکسانا مینزاتو، کمیسر حفاظت از بحران، هم تاکید کرده که اتحادیه اروپا تجربه مقابله با بحران‌ها رو داره، به ویژه پس از بحران کرونا. بنابراین نگران زیادی نباید داشته باشید، ولی به هر حال ضروری هستش ظاهراً. مارک روته، دبیر کل ناتو، هم هشدار داده که روسیه میتونه تا سال 2030 مجدداً به اروپا حمله کنه و حالا مقام‌های آلمانی هم نگران هستن در این مورد که روسیه اصلا پشت این حملات اخیر تروریستی مهاجرین باشه، کسانی که با مثلا ماشین رفتن روی جمعیت. و منابع امنیتی میگن که هدف این کار افزایش حمایت از حزب راستگرای در واقع AfD هستش که از کرملین حمایت میکنه و حالا دارن بررسی میکنن که تا چه حد میتونه این فرضیه درست باشه و واقعا روسیه پشت این قضیه میتونه باشه یا نه. برگردیم به موضوع بحث این برنامه. برخی کشورها از قبل توصیه‌هایی برای آمادگی در برابر بحران دارن، یعنی جدید نیست. فرانسه از شهروندانش مثلا میخواد که یک بسته اضطراری 72 ساعته شامل آب، غذا، دارو، رادیو، چراغ قوه، پول نقد و مدارک مهم همیشه آماده داشته باشن. اتحادیه